اینها این همه سرصدا میکنن. اهل سنت باید بیدار باشن، مسلمان های جان باید بیدار باشن که هدف رژیم کثیف خمینی، رژیم کثیف خامنه‌ای و این آخوندهای جنایتکار وحشی، هدف اینها سوریه و عراق و یمن و فلان اینجا نیست. هدف اصلی میدونید چیه؟ هدف اصلی اینه که حرمین شریفین رو به دست بگیرن. هدف اصلی اینه که همونطوری که قرامت شیعه قرمطی اومدن کعبه رو خراب کردن، حجر الاسود رو کندن بردن، چاه زمزم رو پر از اجساد حجاج کردن، بیش از 30,000 نفر از حجاج بیت الحرام رو قتل عام کردن در منی و عرفات و در مکه. اینها همون آرزو در سرشون هست. اینا هدفشون خراب کردن مکه و مدینه است، هدفشون اشغال مکه و مدینه است. نمونهش هم بهتون نشون میدم. احمد جان صدا رو پخش بکنید. رهبر من پور ابی طالب است، پیرو هر بی پدری نیستم. علویم پسر کرارم، رگ ناموس پرستی ز ابوالفضل دارم. من به جنت نروم خورده حسابی باشد، تا عمر را نزنم پا به جنان نگذارم. نابودی داعشیا انشاءالله بی سبب نیست که از شام به عراق آمده اید. حضرت عمه سادات برادر دارد و شما کمتر از آنید که حسین تیغ کشد و علمدار علم بردارد. ما جوانان بنی فاطمه اربابیم، بی حیا عمه ما مالک اشتر دارد. ایل ما ایل عجم هاست که یک کودک ما جگری با جگر شیر برابر دارد. این که ما دست به شمشیر و زره استادیم، سبب این است که این طایفه رهبر دارد. نه عراق نه سوریه خیالت راحت، کشور ضامن آهوس بزرگتر دارد. وای اگر گرد و غباری به حرم بنشیند، تیغ ما شوق به انداختن سر دارد. باید این شهر به آرامش خود برگردد، که شب جمعه حرم روزه مادر دارد. فردا که دم حیدری از کعبه برآید، دوران معاویه صفتها به سر آید. این پرچم شیعه است که بر قله دنیاست، هر کس ز علی دم بزند هموطن ماست. یا حیدر کرار زند نقش به زودی، بر پرچم سبز عربستان سعودی. ما منتظر حمله ای از سوی حجازیم، تا بین بقیهش حرمیناب بسازیم. شمشیر عجم منتظر حمله جنگ است، مکه بشود مرکز شیعه چه قشنگ است. ابرش بکنیم شاد شود حضرت زهرا، آتش بزنیم نعش همان دشمن مولا. بر کوری چشم همه از آل سعودی، با کارت رویم مکه ببینند به زودی. به جمال بی مثال مولا الموحدین، واقد غر مهجلین، یعصوب الدین، علی عارفین، امام المتقین. قبلا عرض کرده بودم خدمتون که در کتاباشون اومده که جسد صحابه رو در میارن آتش میزنن، جسد ام المؤمنین عایشه صدیقه رو در میارن. میگفتن که نه دروغه، آن خودش اینجا اقرار میکنه. میگفتم که میخوان مکه و مدینه رو بگیرن خراب بکنن، کعبه رو انتقال بدن، قبله رو انتقال بدن به کوفه. میگفتن که نه این تو کتاب اومده، ما اعتقاد نداریم. اینم در حسینیاشون. اهل سنت بیدار شوید، هدف اینها اشغال قبله شماست. هنوزمون بی غیرت هایی که دم از وحدت بین شیعه و سنی میزنن در بین علمای اهل سنت در افغانستان و در تاجیکستان و در ایران، بیدار شوید. روزی که اومدن وارد خونتون شدن، بچه‌هاتون رو پیش روتون سر بریدن، به نوامیستون تجاوز کردن، اون وقت اگر بیدار شوید به درد خودتون هم نمیخورید. اینا هدفشون نابودی اسلام است، نابودی کعبه است، نابودی مکه و مدینه است. این از حقیقت شیعه‌گری که امروز الحمدلله این تکنولوژی و این
رسانه و این موبایل ها این حقایق پنهانی رو که در حسینی اینها وجود داشت به گوش جهانیان رسانده. منظور من اون عده از علمای خودفروخته بود که در تاجیکستان حکومت ایران و آخوندهای رافضی بر دوش اینها سوارند و دارند در تاجیکستان برنامه‌ای رو که میخوان پیاده میکنن و اینها دینشون ایمانشون رو فروختن، مثل سید مکرم و دار و دستش، به خاطر 4 درهم و دیناری که بهشون داده میشه. در افغانستان هر آن کسی که عضو شورای اخوت است، شورای اخوتی که برای نابودی اهل سنت ساخته شده، اینها نوکرای ایرانن، اینها مزدوران رژیم ولایت فقیه‌اند، اینها دارن برنامه‌های ایران رو در افغانستان پیاده میکنن. میخواد مولوی باشه، مولانا باشه، مفتی باشه، هر کسی که میخواد باشه. اینا کسایی هستن که دارن زمینه رو برای اشغال افغانستان توسط آخوندهای رافضی مهیا میکنن، یا دانسته یا ندانسته. و در ایران هم کم نیستن کسانی که دین و ایمانشون رو به یک چادر مشکی، عزیزان اهل سنت وقتی این میگن یک چادر مشکی رو میدونن، تو صف وای میستن، 10 تومن 20 تومن با یک چادر مشکی بهشون داده میشه. اینا خارن، اینا ذلیلن، اینا دین و ایمانشون رو به خاطر یک چادر مشکی و 10 تومن میفروشن. از دفتر مقام معظم رهبری یک چادر مشکی بهشون داده میشه. این احمقا نمیدونن در حقیقت داره بهشون توهین میشه که این چادرها رو سر بکنید، شما مثل زنید. هستن، در همه جا هستن، اما موقف ما در قبال علمای مجاهد بلوچستان، حضرت مولانا عبدالحمید و بقیه علمای بزرگواری که در مکی هستن، موقف ما واضح و آشکار بوده و ما همیشه کلیپاشون رو پخش کردیم. اینا اساتید ما هستن، انسانهای بزرگواری هستن که امروز بعد از لطف الله سبحانه و تعالی اینها هستن که اهل سنت رو حفظ کردن در اونجا. الله متعال حفظشون کنه.